حالا تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه آسیای مرکزی در پیشروی البته یک تحولات و تغییرات‌های جدی در پس‌منظر رویدادهای اخیری اوکراین و دچار اختلاف شدن روابط روسیه با غرب هستند و به نظر شما با این حال امکان دارد که بازی بزرگ که سالها باز مطبوعات غربی و همینطور منطقه‌ای آن را همچون مکان سبقت قرار دادن قدرت‌های بزرگ معنیداد کردند شیدت یابد؟ You know, from our point of view, there is no great game فکر ما یگان from the US بازی government بزرگ point of وجود view. ندارد و حکومت ایالات متحده تاجیکستان را تشویق می‌کند که آن مناسبت خود را با دیگر دولت‌های که می‌خواهد رشد دهد خواه آن روسیه باشد یا دولت‌های همسایه و تاجیکستان مثال خوبی این همکاری است چون که ما می‌دانیم که تاجیکستان با ایالات متحده با امارات مناسبت خوب دارد لیکن اینچنین با روسیه هم روابطشان خوب است و باید باید چنین باشد. خانم سفیر، جانب تاجیکستان بخصوص مقامات بلندپایه از آن رئیس جمهور تاجیکستان از فعال شدن گروه‌های افراطی و تندرو بخصوص دولت اسلامی خیلی اظهار نگرانی دارند. از نظر شما این نگرانی‌ها تا کجا هست؟ واقعا مایه نگرانی وجود دارد یا خیر؟ Well, I think ایالات متحده آمریکا ضد هر افراطگرایی است، از جمله افراطگرایی دینی است و از برای همین ما در افغانستان عملیات می‌کنیم با مقصد مبارزه ضد تروریسم و در دایره همکاری و کمک رسانی ما در ساحه امنیت ما در مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر و مبارزه ضد تروریسم کمک می‌رسانیم. یکی از راه‌های مبارزه ضد هر نمود افراطگری در آن است که به آدمان امکانیت ها داده شوند که آنها آزادانه عبادت نمایند و خود انسانی آنها تامین شوند. فکر شخصی من اگر آدمان کار خوب داشته باشند و آزادی داشته باشند آنها به افراطگری مایل نمیشوند.